شرافت مامور و ساکن شهر استرافشان است. از درد میان 2 سال است که عذاب دارد. درد متصل او را نمیگذارد که آزادانه راه گردد. شناسایش برایش توصیه دادند که به مرکز طبی خلق چین مراجعت کند. در اینجا به او محض سوزاندرمانی و گیاها برای بهتر شدن سلامتیش کمک نمودند. شرافت مامور و 3 روز میشود در این مرکز توبه میگیرد و میگوید که امروز آزادانه به مشکلی راه میگردد. اینجا من شرایطش ناز من 2 سال باز برای درد میان اذیت میکشیدم. من 3 روز شد اومده اینجا به طبابت گرفتگیم و آنچه بهبودی هست. طباباتشون من جای خوابشون رایگان و دکتر مناسباتشون نقص مستر ها ترجمان ها نقص کار کرده استادیان نقص ترجمه کرده میتیان هر رانسی که طبابت میگیریم یا دکتر محمد توصیه میتیاد من همشه گرفتاسیم سوزن درمانی گیاه درمانی من داروهاشون درنش به همش رایگان داده استادیان کپنسه ها مونده استادیان همش رایگان. من اینجا به شرایطاشون خانه های گرم کرده ماندگی همه طرف شرایطاشون نقص رحمت منو به نقص معامله هاشون نقص. مرکز طبی خلق چین 5 سال میشود که در شهر خوجند فعالیت دارد. در این مرکز تا این مدت صدها بیماران توبات گرفته و درد خود شفا یافتند. حالا به مناسبت تاسیسیابی مرکز سنه 26 اکتبر در این مرکز تخفیف دانه جاری کرده شد. با یک قطار بیماری ها توبات و مصلحت های رایگان از طرف طبیبان چین داده می شود و بیماران توبات رایگان با نمودهای بانکمانی و سوزاندرمانی تنها 1 روز پیشنهاد می نمایند. طبیب مرکز طبی خلق چین لو زون میگوید مقصد اعلان تخفیف ها این جلب بیشتری مزاجان به مرکز و در عرصه تاسیسیابی روح بلند کردن مراجعت کنندگان محسوب می شود. 我们这个医院就是现在开业已经5年了，今天就是我们的是5周年，我们就做一个这个医院的这个庆祝。我们就是在这现在 مرکز ما در شهر خوجند 5 سال شد که کار به فعالیت دارد. ما دکترهای این مرکز با تمام غیرت ما صدها بیماران را توبات کردیم و باز کوشش می‌نماییم که خدمت‌رسانی را بهتر کرده دوای بیمارها را شفا بخشیم. وابسته به 5 سالگی شده شوی و یکچند نمود بیماری‌ها توباتی رایگان به راه ماندیم. همچنین از طرف طبیبان 1 روز مصلحت رایگان داده می شود. به همه آن نفرانی که از بیماری پوست اذیت می‌کشند توباتی آسان با گیاه درمانی و به استفاده سوزاندارو به راه مانده می شود. همچنین در این مرکز بیماری‌های درد میان، بغم درد، بدرخوابی، خسته‌شوی عصب، استرخواندروز، چوره استون مهره، تربود توبات کرده می شود. توبه خودی چند اومده از راه دور جای نقض رایگان بود است نقض گرم همین چیز های تمامات نقض. من 1 روز من توبات گرفتم توباتم نقض شده برای افسادیم. خدا خواهد هم آدم بیاد همینجا نقض شده میبرد. مشکلی بای پیشاب ستموری گردن در میکند همینا توبات گرفتم. من 3 روز اینجا در درمانگاهی طبی چین توبات گرفته استادم با شکایتی استرخواندروز زیمهره ها گریژ دیسک توبات گرفته استادم. دکتری طبی چین از بسیار من منت دارم خودم رو نقص کرده استادم. برتریت معالجه این مرکز از دیگر بیمارخانه ها در آن است که در اینجا بیشتر از گیاهای شفابخش استفاده برده می شود که این برای بیماران نیز مفید ارزیابی کرده می شود. یکی از اصولهای شفابخشی قدیمی خیتای این سوزن درمانی می باشد. با اون بیماران که در درمانگاه طبی خلق چین توبات میگیرند سوزن درمانی را متخصصان از خود جمهوری خیتای میگذرانند. گزارش نصیب جان ابویف و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.